چه لباسی بپوشم؟ این سوالیه که برای همه افراد، مخصوصا خانوم‌ها، به طور معمول ایجاد میشه و یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین صنعت‌ها که صنعت مد و فشنه تلاش میکنه تا همیشه پاسخ مناسبی برای این سوال ارائه بده. من هم در انتهای این ویدیو 5 استایل پرطرفدار و شیک و آموزش میدم که بتونید در موقعیت‌های مختلف ازشون استفاده کنید. سلام دوستای عزیز. من پرنیا هستم و در زمینه مد و فشن و ارتباط اون با حوزه سلامتی تحقیق میکنم. در این چنل تلاش میکنم تا اطلاعات مورد نیاز برای داشتن یک سبک زندگی سالم، لاکچری و شیک رو ارائه بدم. در ابتدای تاریخ انسان‌ها لباسهایی می‌پوشیدند که بدن اونها را از خطرات محیط، گرما و سرما حفظ کنه و به زیبایی و تزیینات لباس اهمیت نمی‌دادند. ولی با شکل‌گیری و گسترش تمدن‌ها، نوع لباس پوشیدن فرد نشون دهنده شخصیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی اون بود. تا امروز که صدها جشنواره مد سالانه در جهان برگزار میشه و دهها استایل وجود داره که هر کسی میتونه طبق سلیقه خودش از اون سبک‌ها پیروی کنه. روند مد و فشن به شکل امروزی اون اولین بار توسط یک پارچه فروش به اسم چارلز فردریک ورث رقم خورد. اون در قرن 18 میلادی اولین خانه مد رو در پاریس افتتاح کرد و به کمک چند هنرمند و طراح استایل‌هایی رو برای افراد به صورت شخصی طراحی می‌کرد. ولی قبل از اون خانم روز برتن اولین دیزاینر لباس در دربار لویی 16 بود. طراحی‌های هنرمندانه و خلاقانه این خانم باعث جلب توجه ملکه فرانسه و زنان دربار شده بود. لباسهایی که روز برتن طراحی می‌کرد شامل دامن‌های پفدار و با شکوهی بود که باعث می‌شد تا فضایی که هر خانم به خودش اختصاص میده 3 برابر یک مرد باشه که این یک حریم شخصی مناسب و منطقی برای خانم‌ها در مجالس ایجاد می‌کرد. روز برتن طراحی‌های جدید خودش رو روی لباس‌های عروسک‌ها اجرا می‌کرد و اونا رو به دربار کشورهای دیگه می‌فرستاد و به این شکل کل اروپا رو از مد جدید آگاه می‌کرد. بنابراین پاریس به پایتخت مد و فشن جهان تبدیل شد. توضیحات استادم پروفسور دانش رو در این باره بشنویم. بحث فشن یا بحث مد یا فشن دیزاین یکی از مباحث بسیار مهم و کلیدی و محوری در سطح دنیاست. در گذشته در فرانسه شاید دیزاین و طراحی منحصراً برای لباس بود، ولی بعدها به زیورآلات و امروزه تقریباً به همه شؤونات اجتماعی طراحی مد و فشن تسری پیدا کرده و سرایت کرده. در تعریف فشن یا طراحی مد اومده که هنر استفاده از طراحی، زیبایی شناسی با توجه به حس انسان یا زیبایی طبیعی برای خلق پوشاک و زیورآلات. طراحی مد تحت تأثیر نگرش‌های اجتماعی، فرهنگی و دیدگاه‌های جوامع مختلف بوده و به همین اندازه دارای تنوع بالایی هست. در حال حاضر ده‌ها سبک پوشش در جامعه رواج داره که برای پرداختن به همه اونها ضمن اینکه به زمان زیادی نیازه، انتخاب رو برای افرادی که قصد دارن استایل مناسب خودشون رو پیدا کنن سخت و پیچیده میکنه. بنابراین من شاخصه های اصلی 5 استایل پایه و محبوب رو معرفی میکنم و شما میتونید با ایجاد تغییرات خلاقانه کوچیک استایل شخصی خودتون رو بسازید. بدون شک معروفترین و رایجترین اونها استایل کلاسیکه. این استایل مناسب افرادیه که طرفدار سادگی، اصالت، ظرافت و شیک پوشی هستند. لباس‌های کلاسیک اگرچه خیلی توی چشم نیستن، ولی همیشه زیبا و باوقار به نظر میرسن و هرگز از مد نمیافتن. از فاکتورهای اصلی این استایل استفاده از رنگ‌های خنثی مثل سفید، مشکی، قهوه‌ای، بژ، سرمه‌ای و آبی و خاکستریه و به هیچ عنوان از رنگ‌های جیغ و متضاد استفاده نمیشه.
پوشاک کلاسیک هرگز نباید خیلی تنگ یا گشاد باشن، بلکه باید کاملا اندازه بدن باشن و برش‌های راسته داشته باشن. برای استایل کلاسیک میتونین از کت شلوارهای ست، شلوار جین راسته، کفش و کمربندهای چرمی، بوت‌های بلند چرمی، پیراهن‌های دکمه‌دار، انواع بارانی و ژاکت با طرح‌های ساده استفاده کنید. اما فوت کوزه‌گری در مورد استایل کلاسیک اینه که اگر میخواید واقعا استایلتون شیک و با وقار به نظر برسه، از اعلاترین پارچه و با کیفیت ترین دوخت‌ها استفاده کنید. شاید این آیتم هزینه‌هاتون رو بالا ببره، ولی قول میدم از نتیجه کار راضی خواهید بود. استایل کژوال. اگر شما فردی هستین که در طول روز زیاد بیرون میرید و برای راحتی لباس اهمیت ویژه‌ای قائلین، استایل کژوال بهترین انتخابه. پوشاک این استایل شما رو برای انجام هیچ فعالیتی محدود نمی‌کنه. سایز این لباس‌ها معمولاً کمی آزاد و راحته و از پارچه‌های سبک با رنگ‌های روشن و ملایم استفاده میشه. مهمترین فاکتور این سبک استفاده از شلوار به جای دامن و پیراهن برای خانم هاست. مواردی که میتونین در استایل کژوال از اونا استفاده کنین شامل شلوارهای جین، تیشرت با چاپ‌های ساده، هودی و بافت‌های نازک، کتونی‌های سبک، صندل‌های راحتی و اکسسوری‌های مینیمال و ساده است. سبک ماکسیمال. افرادی که شجاعت و آزادی بیشتری در انتخاب لباس دارن اغلب طرفدار سبک ماکسیمال هستن که طیف وسیعی از سلبریتی ها توی همین دسته قرار می گیرن. این سبک زیرشاخه های زیادی داره، مثل استایل فلمبویت، اگزوتیک و بوهو، ولی شاخصه اصلی همه این سبک ها پرزرق و برق بودن، استفاده از طرح‌های عجیب و غریب و شلوغ، رنگ‌های شاد و زنده و متضاد و اکسسوری‌های بزرگه. معمولاً برندهای پوشاک در جشنواره‌های مد اولین لباسی که به نمایش میذارن از طرح ماکسیماله تا بتونه توجه مخاطب رو جلب کنه. سبک مینیمالیسم برای این به وجود اومد که انسان‌ها ذهن و وقت خودشونو از درگیری برای انتخاب لباس خالی کنن تا به کارهای مهمتر بپردازن. بنابراین کمد لباس یک مینیمالیست بسیار کوچیک و در عین حال بسیار با کیفیته. این دیدگاه از مصرف‌گرایی جلوگیری میکنه. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای بزرگ و مخترعین در جهان طرفدار این سبک هستند. استایل وینتیج میشه گفت سبکی ما بین ماکسیمالیست و مینیمالیسته که به همین دلیل طرفدارای زیادی هم پیدا کرده. این سبک مربوط به آیتم هایی از لباس های 100 سال گذشته میشه که علاوه بر زیبایی و راحتی حس نوستالژیک خوبی به بیننده انتقال میده. توی این سبک شما به راحتی میتونین از انواع اکسسوری های قدیمی مثل گل سر، سنجاق سینه، کلاه، شال، کمربندهای نازک چرمی و پارچه های گلدار قدیمی استفاده کنید. فقط دقت کنید که از پارچه هایی با الیاف طبیعی پنبه، پشم، کتان و ابریشم در این سبک استفاده میشه و ترکیب آیتم ها رو هنرمندانه و با ظرافت انجام بدید تا یک استایل وینتیج مناسب داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. خدا نگهدار.